نیمه دوم روز 21 دکامبر سال 2023 در مرکز پراگ پایتخت جمهوری چک در بنای رشته فلسفه دانشگاه به نام کارل تیرپرانی رخ داد که به گفته مقامات بیش از 15 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. وزن 9 تن از زخمیان وزن ارزیابی می شود. پلیس چک گفت که تیرانداز کشته شد. شهردار پراگ بواسلاو سوابودا گفت که تیرانداز از برنده خود را به زمین هوا داده به هلاکت رسیده است. بنا به معلومات پیشکی این دانشجوی 24 ساله رشته تاریخ همین دانشگاه کارل است. او به خود کمان با دوربین اپتیکی داشته است. برخی رسانه‌های چک خبر دادند که تیرانداز دوید کازاک نام داشته دوام روز 21 دکامبر از طرف پلیس در رابطه با یک حادثه آدمکشی در دهه کلادنسکو در بین شهرهای پراگ و کلادنو جستجو میشد. خبرنگار رادیوی چخیا در شبکه ایکس خبر داد که تیرانداز فریاد زده است که او پدر خودش را کشت و اکنون دیگران را میکشد. بعد تیرپرانی در داخل بنا تیرانداز از روی بام بنای دانشگاه راهگذران را نشان گرفته پرانده است. پلیس گفت درباره احتمال حمله خبر یافته بود ولی تیرانداز را در دیگر بنای دانشگاه جستجو میکرد. تیراندازی تقریبا ساعت 15 به وقت پراگ آغاز یافت. به کارمندان دانشگاه گفتند که در داخل بنا یک نفر مسلح گشته ایستاده است و از این رو همراه دانشجویان در سیمخانه ها پنهان شوند. سرگئی مدویدف استاد رشته فلسفه دانشگاه کارل و مجری رادیو سوابودا نقل کرده است که او همراه شاگردانش در داخل سیمخانه پنهان شدند. نشریه نوین کی تازه خبر داد که از داخل بنا آدمان دستایشان را برداشته بیرون می شدند. شاهدان عکس‌های دانشجویان را نشر کردند که از حمله‌گر در تنه تیره‌زده های بنا پنهان شده بودند. دانشجویان خبر داده بودند که یک زن کوشش کرده است که توسط بالکن ترک بنا کند ولی افتیده است. بنای رشته فلسفه در میدان یان پلاخ را پلیس و نیروهای امنیت احاطه کرده بودند. آدمان را از برخی بناهای اطراف نیز کوچانیدند. وزارت کارهای داخلی چخیا ویت راکوشن به جای حادثه آمده بود. سروزیر چخیا پیتر فیالا به دلیل تیراندازی در دانشگاه سفر کاریش به اولوموس را قطع کرده به پراگ برگشت. بنا به اطلاع مقدماتی دوید کازاک در تلگرام کانال داشته. در این کانالش به زبان روسی نوشته است که گویا از حمله های خوانندگان به گیمنازیا در قزان در سال 2021 که 9 کشته به جا گذاشت و تازه یک ماه پیش با سلاح به مکتبش در برینسک حمله کردن و یک کس را کشتن و چند کس دیگر را زخمی کردن خواننده صنف 8 الینا افاناسینکا رو بلند شده است. ولی در مورد افاناسینکا کازاک گفته است که او آدم کم کشته است. هنوز دقیق نشده است که آیا این در واقع کانال دوید کازاک بود. اگر ها پس او روسی را از کجا میدونست. دقیق متن نشان میدهد که اون به واسطه ترجمان اینترنتی ترجمه کرده نشده است بلکه در واقع به زبان روسی نوشته شده است. در همین حال سردار پلیس چخیا مارتین وندراشک تصدیق کرد که حمله‌گر را عین چنین حمله که اخیراً در روسیه صورت گرفت رو بلند کرده است. سلاحی که دوید کازاک استفاده برد قانونی خریده شده بود. در چخیا سال 2021 حق شهروندان برای گرفتن سلاح در قانون اساسی درج شده است. بنا به اطلاع رادیو سوابودا در چخیا 989,348 عدد سلاح رسما ثبت نام کرده شده است.